ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори ҳаштум. زردشت، پیامبری آیین راستین. محققان دیگری ایرانی ژاله آموزگار و احمد تفضلی دوران حیات و فعالیت بخشوری باستانی را میان سده‌های 1200 تا 1000 تا میلاد حساب می کنند. جلال الدین آشتیانی پس از تجزیه و تحلیل و مقایسه سرچشمه‌های ویدایی و اوستا به چنین نتیجه رسیده است که گاتها و ریگویدا همزمان تدوین گردیده تاریخ ظهور زردشت در عصرهای 18 و 14 تا میلاد صورت گرفته است. عقیده ها درباره زادگاه زردشت گوناگون است که آوردن همه آنها از حدود امکان ما خارج است. به سبب ظرفیت زمان، دوران بسیار دوری زندگی زردشت، موجود نبودن دلیل های معتمد و باوری بخش در اوستا و سندهای کتبی دیگر، محققان مجبور بودند اکثراً از اشاره های الهیده، نشانه های جداگانه و دلیل های ناچیز و نامعتمد خلاصه های بزرگ دریافت نمایند. در برابر این نارسایی دیگری نیز وجود دارد که آن خلاصه برای مورخ و باستانشناس معروف روس مسان که اثرهای علمی و بازیافت‌های باستانشناسی او درباره تاریخ آسیای مرکزی قابل قبول تمام دانشمندان جهان قرار گرفته است در این باره می نویسد. واقعاً باید در نظر داشت که بحث‌های باستانشناسی در مقایسه با حجت‌های کتبی عادتاً به خاطر نگاهداری و انتقال معلومات اختصاص دادن نمی شدند. آنها فقط نتیجه یا همسفری این یا آن جریان هایی بودند که در جامعه های باستانی به وجود آمده، پیش از همه جریان های کلتورا گینیز را انعکاس می کردند. از این رو استفاده مواد باستانشناسی در از نوسازی منظره تاریخی احتیاط فراوان را تقاضا می کند. چون این مناسبت های یک جانبه باعث گردیده است که حدود وطن زردشت از ساحل بحر میان زمین قریب تمام آسیا را فرا گرفته تا حدود یورازیا معین شود. بخصوص مورخان عصر میانه که تحت تأثیر تحریفات دوران ساسانی قرار گرفته بودند در این بابت معلومات گوناگون دادند. مثلا طبری، ابن الاسیر، میرخواند چنین نوشتند که او از اهل فلسطین بوده، فعالیت مذهبی او در قلمرو آذربایجان معاصر سپری شده است. محمد شهرستانی در اثرش الملل و نحال پدر زردشت پروشاسب را از اهالی آذربایجان و مادرش دغدویه را از مردم ری می داند. مؤلفان نظام التواریخ و نفایس الفنون وی را از خراسان حساب کرده چنین می شمارند که گشتاسب در اینجا به او گرویده است. ابن خردادبه، بلازوری، ابن الفقه، مسعودی، حمزه اصفهانی، یاقوت و قزوینی
محل ولادت او را ارومیه آذربایجان گفتند. کتابی پهلوی شهرستان‌های ایران او را از ری گفته است. ظاهراً مؤلفان آن به اسنای 19 بند 18 تکیه کردند، زیرا که در آن شهر ری با اصطلاح رگه زردوشت یاد شده است. در دوران آموزش علم اوستا در اروپا که از عصر 18 آغاز گردیده است، همان مشکلات باقی مانده به خاطر روشن کردن دوران زندگی زردوشت امروز دو رشته نسبتاً نوی به فعالیت آغاز کردند که پژوهش‌های باستانشناسی و زبانشناسی مقایسوی می باشد. با علاوه امروز توجه انسان‌های باخرد صرف نظر از وابستگی‌های گوناگون آنها به گذشته خود به خصوص تاریخ باستانی خیلی افزوده صف دانشمندان و محققان را بیشتر کرده است و به نیروی پژوهشی آنها وسعت بخشیده است. بازیافت‌های باستانشناسی سابق شوروی در سالهای 58 عصر گذشته در جنوب روسیه، قزاقستان مرکزی، دامنه‌های کوه‌های تیانشان و پامیر، هفت‌رود، در خوارزم و باختر و به خصوص کشف ارکایم توجه دانشمندان جهان را به این منطقه جلب نمود. پروفسور آرتور کریستنسن در اثر معروف خود کیانیان مباحثان محل ولادت زردوشت را به 3 گروه تقسیم کرده و گروه اول آنهایی را منسوب نموده که زردوشت را از نواحی غربی ایران می دانند. و گروه دوم آنهایی را جای داده که محل ولادت او را مشرق ایران شهر باستان می پندارند و به گروه سوم نظری آنهایی را نامبر کرده است که به فکر آنها زردوشت در مغرب ایران تعقیب شده برای انتشار آیین خویش به مشرق این کشور رفته است. این دانشمند دانیگی نسبت به آنکه ایرانیان در دوره‌های مختلف تاریخی موافق منفعت سیاسی خود محل ایریان و ایجا وطن زردوشت را تغییر می دادند چنین می نویسند: در آغاز دوره اشکانیان ایریان و ایجا را به ناحیه خوارزم انتقال داده بودند و حال آنکه بعدها که مرکز شاهنشاهی مجدداً به مغرب ایران انتقال یافت، سعی شد که ایریان و ایجا را در حدود آذربایجان جستجو کنند. با وجود اینکه امروز به بسیار مسئله های تاریخی دوری گذشته این منطقه روشنی انداخته شده، در مسئله های گوناگون دیدهای جدید و ملاحظات نوی پدید آمدند، محل سکونت و زندگی زردوشت تا هنوز به طور دقیق مشخص نگردیده است. مثلا برطلمی زادگاه زردوشت را شمال و غربی ایران می داند. به فکر او این پیامبر مکتب خود را در آذربایجان پایه‌گذاری کرده، بعداً مجبور گردید به منطقه های شرق خراسان و افغانستان کنونی مهاجرت نماید. چون وی در قلمرو دولت کیانی قرار داشت، گشتاسپ پادشاه مملکت به وی ایمان آورده پیروی او گردید. به عقیده این دانشمند گسترش دین مزدیسنا در اطراف کولی هامون واقع در جنوب افغانستان آغاز گردیده
به سوی شمال انتشار پیدا کرده است. چون رستاخیز در اطراف کولی چیچست اوستایی آغاز خواهد شد و هرتزفیلد آن را کولی هامون می داند، به عقیده او محل ظهوری بخشور آریایی اینجاست. پروفسور دیگری نیمیس گلدنر خواستگاه پیامبر را بنا به تحلیل زبان گاتها به منطقه بین پرفیا و دریای هند نسبت می دهد. وی محل پیدایش ویده ها، کتاب های مقدس هندویان قدیم را هندی معاصر حساب کرده. نسبت به شباهت زبانی محل پیدایش اوستا را در همسایگی آن یعنی سیستان امروزه می داند و از این خلاصه می برآورند که ظهور زردشت در این سرزمین صورت گرفته است. ریچارد فراید هم زبان دو لهجه گاتها و خورده اوستا را مقایسه کرده مطمئن است که این زبانها با زبان ولایت‌هایی که در بین بیابان‌های مرکزی و کوه‌های افغانستان قرار دارند بیشتر موافقت می‌کنند. چون پدری دارای یک 522-486 تا میلاد گوشتاسپ نام داشته، حاکمی یکی از ساتراپ‌های شرقی امپریای هخامنشی بوده است، هرتل پدری دارا را همان گوشتاسپ گاتها دانسته. معتقد است که زردشت در غرب ایران به کمال رسیده، بعد به خاطر گسترش دین خود به شرق مهاجرت نموده است. به فکر او زردشت در دربار گوشتاسپ هخامنشی حاکم پرسا پذیرفته شده، در شخص او پشتیبان و حمایتگر خود را پیدا کرده است. جکسون نیز باوری دارد که زردشت اهل آذربایجان و وطن مادری او همین منطقه است. بعداً وی به سوی شرق روان شده گاتها را در آنجا تنظیم کرده است. سبب این که بعضی ها محل ولادت او را بخش‌های غربی ایران تشخیص داده اند عبارت از آن است که ری و آذربایجان در دوره اشکانیان و ساسانیان مرکزهای مهمی دین زردشتی بوده. آتشکده های معروف باستانی به آنجا انتقال داده شده بودند. چیزی مهم دیگری که در اینجا باید ذکر کرد و آن به تعیین محل ولادت زردشت خلل می رساند عبارت از آن است که سرنوشت دین مزدیسنا پس از انتقال آن از شرق و غرب در اختیار مغان مادی قرار گرفت و آنها نه تنها در جغرافیه بلکه در محتوای اوستا تغییرات فراوان وارد نمودند. از این رو درباره حیات و فعالیت زردشت روایت‌های گوناگونی سنتی مذهبی موجود است که محل زندگی او را در منطقه‌های مختلف نشان می‌دهند. موافق یکی از آنها زردشت در خانواده پادشاهان ماد به دنیا آمده است. زادگاه او در آذربایجان در ساحل کولی ارومیه می باشد. اسم خانوادگی او سپیتاما، نام پدرش پروشاسپ و مادرش دغدو بوده است. پدر او مرد دانشمند و فاضل بوده، مادرش دختری یکی از اشرافان ایرانی می باشد. پس از تولد نام سپیتاما که نام بابای زردشت بوده به او گذاشته شده است. یکی از معجزه هایی که زردشت هنگام تولد نشان داده است گویا این است که وی با صدای خنده قدم به این جهان نهاده است. پس از تولد
وی معجزه ها و کرامات زیاد نشان داده است. وی در 15 سالگی از همسالان کنارگیری کرده، اکثرا در عالم فکر و اندیشه بوده است. در 30 سالگی زردشت به نبوت مبعوث گردیده، در چهرهش نور الهی درخشیده است. گاتها توسط وحی خداوندی به او در کوه سیبلانی واقع در آذربایجان می رسد. و در غرب ایران 12 سال دین خود را تبلیغ کرد، ولی چون در این منطقه گوشی شنوای پیدا نکرد و مورد تعقیب روحانیان دینهای پلیتئیستی و طبقه حاکم زمانش قرار گرفت، مجبور به ترک زادگاه خود شد. او از غربی مملکت به شرق آن، یعنی نواحی بخت و خوارزم رهسپار شده، در آنجا به تبلیغ دین خود پرداخت. در باختر گشتاسپ پادشاه آن سرزمین با مشکلات زیاد به دین وی ایمان آورد. انتشار دین زردشت از باختر آغاز گردیده و سرزمین های دیگر گذشته است. در گسترش دین به او گشتاسپ پادشاه آخرین کیانی، فرشوشتره و جاماسپ وزیری وی حامی و پشتیبان گردیدند. ارجاسپ پادشاه توران دشمنی اساسی انتشار دین زردشت بود. پس از 35 سال ظهور و انکشاف دین مزدیسن زردشت در یکی از جنگ‌های آخرینی که بین گشتاسپ و ارجاسپ صورت گرفت در سن 77 سالگی کشته شد. نام قاتل او را تورانی با اسم براتروکرش آوردند. دانشمند ایرانی جلال الدین آشتیانی عقیده های را که طبق آن شمال و غربی ایران معاصر و آذربایجان وطن زردشت است جمع بست نموده چنین نوشته است: تقریبا تمام دانشمندانی که محل ولادت زردشت را در غرب ایران دانستند تحت تأثیر روایت سنتی و اسطوره مذهبی قرار گرفته هیچ گونه دلیل غیر این روایت ها پیشنهاد نکردند، در حالی که امروز مسلم شده است که این سرچشمه ها به هیچ وجه اصالت ندارند. جالب است که خود همین محققان این حقیقت را تأیید می کنند. در بررسی شرح حال زردشت منطق حکم می کند که با روش سیستماتیکی به کشف حقیقت پردازیم و چون روایت های سنتی در روی اسطوره های افسانگون استوار است از تکیه به آنها پرهیز نماییم. در علم اوستاشناسی مثل سایر علم ها در تحقیق جدی که از جانب پژوهشگران صورت می گیرد به گوشه از مبهمات و ناروشنی های موضوع روشنی می اندازد. چون امروز زمینه عملی تحقیق وسیع گشته است، اکثر دانشمندان در نتیجه تحلیل عمیق متن‌های اوستا، مقایسه آن با ویده ها، سرچشمه های پهلوی، آثار مورخان عصرهای میانه و به خصوص استفاده وسیع بازیافت های باستانشناسی، تپوگرافیا، تومونیمیکا، زبانشناسی مقایسوی و چنین خلاصه آمدند که زادگاهی وخشوری آریایی در شرق و شمال و شرقی ایران شهری باستان واقع بوده است. رکن الدین همایون فرخ
یکی از دانشمندان ایرانی معاصر در این باره نوشته: به طوری که می‌دانیم آن 16 کشور، دانشمند 16 کشوری را در نظر دارد که در فرگرد اولی وندیداد ذکر شده اند، همه در شرق ایران هستند. بنابراین در اوستا نام و نشانی یک شهر یا یک کشوری واقع در غرب ایران نآمده و میتوان گفت که این مورد بهترین دلیل و گواهی صادق است و اینکه زردوشت هیچگاه در غرب ایران و یا آذربایجان نزیسته است. چی اگر جز این بود امکان نداشت از زادگاه خود مطلقاً یاد نکند و نام کشور یا شهر را نبرد. زولتسر، شرقشناس آلمانی، در بررسی که در سال 1979 به عمل آورده بود نوشته است که تا سده آخرین نظریه‌ای که در زمان ساسانیان از طرف تئولوژهای زردشتی بیان می‌شد و مطابق آن زردشت از شمال و غربی ایران، سرزمین مادها یا آذربایجان ریشه گرفته بود، مورد قبول قرار گرفته است. اخیراً ثابت شده است که این تصور فقط پایه سیاسی داشته و فقط افسانه‌ای بوده است. از این فکر دیوشین گییمن جانبداری کرده است. عامل مهم دیگری که دانشمندان مناطق غرب ایران را مردود می‌دانند عامل زبانی است. زبان اوستایی در مقایسه با دیگر زبانهای ایرانی زبانی است که متعلق به شرق ایران شهر باستان است و در این کتاب هیچ نشانی از واژه‌هایی که اصلی مادی یا فارسی باستان داشته باشند دیده نمی شود. از این رو در آخر نیمه اول و دوم عصر گذشته پژوهشگران برای تعیین زادگاه پیامبر دینی نخستین یکتاپرستی به شرق و شمال و شرقی ایران شهر باستان رو آوردند. در این دوره هم چون تعیین حدود مشخصی زادگاه زردشت منطقه وسیع را در بر می گرفت، مشکلات زیاد به وجود آورد. در سنت زردشتی بلخ باختر مرکزی مذهبی این دین به شمار می رفت. از این جهت اکثر دانشمندان معاصر این محل را زادگاه پیامبر شناختند. مثلا ویندنگرن وطن زردشت را در حدود خوارزم، باختر، سوخت و اطراف کوه ارل نشان می دهد. زهنر بخش‌های شمال افغانستان را چنین منطقه می داند. نیالی بران است که زادگاه زردشت در ناحیه میان هندوکش و هامون در افغانستان است. به نظر وی شمالترین ناحیه‌ای که حدود فعالیت زردشت بوده است بلخ، هرات و جنوبترین ناحیه زرنگ و رخج است. مارکوارت معلومات هرودوت را به اعتبار گرفته و چنین نتیجه رسیده است که آن وادی‌های دریای تجن می باشد. امروز محققان منطقه باختر را که از روی روایت سنتی دین زردشتی مرکزی مذهبی دین مزدیسن به شمار می رود با دستاوردهای امروزه اوستا شناسی مقایسه کرده حالا این محل را اقامتگاه موقتی قبیله های ایرانی در سری راه آنها به وطن تاریخیشان می دانند. گذشته از این دلیل های زبانشناسی که در اثبات مسئله مقام مهم دارند، ناموافقتی زبانهای اوستایی و زبان باختری قدیم را
افشا نموده است. در پیشگفتاری اویستا در ترجمه های روسی 1861-1996 در این باره چنین نوشته شده است: مسئله نقش باختر در تشکل و مرحله ابتدایی انکشاف زردشتیه بسیار مهم است. زمانی یک گروه عالمان لهجه باختری را زبان اوستایی پنداشته این مملکت را مهد وطن زردشت و زردشتیه دیدن می‌خواستند. حالا ظاهراً از کوشش‌های توأم دانستن زبان اوستا و زبان باختری باید صرف نظر کرده شود. آثار زبان باختری تازه به دست آمده صرف نظر از آن که به زمانی دورتری عصر 11 میلادی مربوط است نشان می‌دهد که زبان باختری کهن هنوز در جریان تشکل خود نسبت به اوستایی و زبان عمومی ایرانی با راه دیگری رشد می کرده است. از این رو دانشمند آلمانی شایدر منشأ زردشت را در شمال و شرقی ایران شهر باستان یعنی ترکستان شرقی و منطقه اطراف کول ارل می داند. وی معتقد است که زردشت هیچگاه به سرزمین کنونی ایران، سرزمین آذربایجان و حتی به افغانستان قدم نگذاشته همه روایت های موجوده مذهبی می باشند که بعداً مرتب گردیدند. به نظر نیوبرگ دانشمند شویدی زردشت در ابتدا در ساحل رود سیحون سیر زندگی کرده است. چون دین او را در وطنش نپذیرفتند و از آنجا گریخته جانب دریای جیحون آمو مهاجرت کرده است. آهسته آهسته دین او تا به شهر ری رسیده آن به یکی از مرکزهای مذهبی زردشت مبدل گردیده است. به فکر او در آن زمان در تمام ایران شهر باستان 5 رهبر یا سرور وجود داشته است. نمانا پاییتی سروری خانه، ویس پاییتی سروری اولاد، زانتو پاییتی سروری قبیله، دهیو پاییتی سروری ولایت یا مملکت و منو پاییتی سروری روحانی یا مذهبی. آلتهیم، خومبخ میلز، پروفسور لینتز زادگاه زردشت را در بخش‌های شمالی شرقی ایران شهر باستان به خصوص باختر، سوخت و ترکستان شرقی حساب کردند. ارتور کریستنسن که گاتها ترانه‌های زردشت را مورد مطالعه عمیق قرار داده با تحقیقات زمانه‌اش مطابق گردانده است در این بابت چنین نوشته است: از جهت اقتصادی ظاهراً ملت گاتها کوچنشین زارع بود. در آنجا یک حالت متغیر اقتصادی مشاهده می شود که خاص آسیای داخلی و همچنین سرزمین های مختلف ایرانیان دوران بعد است. شما گفتاری 8 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.